روزها شبهای تاریک می شوند و شبها هم با طلوع آفتاب روشن و پر از نور الهی. انسان ها همیشه دنبال آسودگی و راحت بخشیدن به جسمهایشان هستند. خداوند بزرگ با خلقت انسان تمامی هستی را برای انسان خلق کرده. همکاران ما با کوچکترین تیم رسانه‌ایش باز هم توانستند در زمان محدود بزرگترین برنامه را طراحی و به آن جامعه عمل بپوشاند. با نام یاد خدا با عرض سلام، خوش آمدید به برنامه اشک و لبخند. این بار ما در ولایت زیبای بامیان قرار داریم و امروز میزبان 200 تن از هموطنان عزیز ما هستیم که تمامش کارگر و به بضاعت و نیازمند بودند. بعد از سروی دقیق همکارای ما و خود ما انجام دادیم. امروز قرار است که 3 قلم مواد به کمک شما هموطنان عزیز برای هموطنان ما تقدیم کنیم و تشکری میکنم از تک تک هموطنان عزیز ما که همیشه کمک میکنند، دستیاری میتن به هموطنان عزیز ما و امروز ما خواستیم که 3 قلم مواد بر 200 فامیل نیازمند که از قبل برشان کارت توزیع کردیم برشان تسلیم کنیم. پس منتظر شما را بیشتر نمیگذاریم. کسایی که کارت دارن اونا را یکه یکه میخواهیم سر جایشان و بعد از چند صحبت انشالله که برشان مواد تقدیم میکنیم. اما قبل از او که برشان مواد تقدیم کنیم از قبیل 1 بوری برنج سیله، 1 سطل 5 لیتر روغن و همچنان 1 بوری آرد قزاقی. پس ما را تا آخرین دقایق برنامه یاری کنین، همکاری کنین. من منتظر همکارایم هستم که اونا بیاین بخیر برنامه را رسما آغاز کنیم. چشمانش اشک زده می شود و شاید هم همیشه اشک ریخته باشد. خب بیا جان خوکای بیا. بیا خیر ادم ما بینا بیا. باز کی مو بره ولی از تو؟ ها؟ اونجا خالیه. خوش موشی؟ ها؟ خب کدام شیره خوش داره؟ ها؟ همیره؟ نمی جستاشو. خب ما کارت خود بگیر. نه هم خنده کنی.
بله هموطنان عزیز، بالاخره هموطنان ما در جای خود قرار گرفتن و امروز ما میزبان 200 تن از هموطنان عزیز ما هستیم که نیاز مبرم داشتن به مواد غذایی و ما امروز 3 قلم مواد برشان تقدیم میکنیم. مال جارچی ما در کنار ما قرار داره، یک چند کلمه صحبت میکنه، کسای کمک کرده بر ازوا چی پیام داره و برای مردمی که امروز این مواد میبره چی گفتنی داره. خدا صاحب مردم بسیار خوشحال شده. بله بعد خدا شما سرفراز شد، خدا زیاد بتتانه، بسیار خدمتگاری وطن است. بخیر بشین. همه کسایی که از خارج و داخل کمک کرده بر ازوا چی گفتنی داره؟ برادر دعا میکنیم که برادر خدا او را اقبال ازار بالا کنه. هر کسی که از افغانستان فرار شده پس افغانستان خوبه، وطن جای جایداد خوبه است. طبقه مردم در بدر، طبقه خاک بسر تا که ایت مردم اردم شهید بشن. هموطنان عزیز ما که از قبل سروی کرده بودیم برشان کارت توزیع کردیم و امروز 3 قلم مواد که از قبیل آرد روغن برنج است برشان تقدیم کردیم. برای تمامتان زندگی خوش، آرام، سربلند و سرافراز باشین. برای کلتان میخواهیم دیگه. تمامتان خوش هستین؟ بله. این امیره دیگه کم ما و کرم شما هموطنان ما گفته که قبول کنین. بیا تو کمو دلش درد کده پیشتر کده ما جنگ هم کد خیره ما حالا کده از این کشتی میگیرم. بیا بخیر بیا. بله. کشتیست دیگه نه؟ نام خدا تسمستی. خواه گفتی چی کده؟ کمک اگه میه در رئیسای شورا، رئیسای شورا قومای خود میگیره، در غریب نمیرسه. از شما تشکر که ما از دست خود در جالی و کراچیوان هم مرا موچی و هم مرا کمک شدید. قربانت. ما شما تشکر میکنم. کسایی که در بالا سو میگه بچه کاکا و بچه مامای خودم میدم. خب در رئیس شورا که ما در غریب نمیرسه. تو خو غریب هستی؟ تا قصه تو کس هست؟ نه قصه ما کس نیست. والا یک قاشق روغن بتیتی بدن. این تر کمک غیر از شما دیگه هیچ کس در بامیان کس نکده. چی میگه؟ خوش هستی؟ خوش هستی. یا خنده خو کنه؟ غریب که بیرسه کیه خوش نیه؟ زنده باشی. سال کدام سال حق تو در میدان موندی. این خو از بس او بدر. گپ نداره. خب همین عزیز خودتان که بیدید همین. خو خیلی برنج روغن هم میبرم در اتاق هستیم. آرده تو ببرک ما خمیر نمیتانیم. صحیح؟ گپ نداره. نه صحیح بخیر باشی. جوار باشی. همکاری از شما تشکر. بسیار دلش درد کرده بود دیگه. دل ما 13 ساله که ما کمک نرسیده. کمک زیاد میشه. غریب نمیرسه. کسا یک موتر داره، خانه داره، کسا یک برازوا میرسه. بیا خدا مهربانه ایش رسید خدا دیگه شما میرسانه. صحیح؟ برو در قصهش نباش، ما در خدمت هستیم. خدا حافظت. چیز منی مادر؟ گپ ندادم دیگه، گفتم که خدا خیر بینید. نه چیز خو گفتی در گوش از او. در گوش کی نگفتم. ها؟ چیز نگفتم در گوش. گفتی کم خمیر کنو که یک ماره شوه. نه یک ماه نمشه مشکل ایال. چند نفری؟ 10 ایال. 10 سر نام خدا. ناسه تو؟ اره نه خود مشکل. چیز میگی تو مادر؟ چیز میگی تو یک انگشتر خور مر نمیدی؟ ها؟ تو بگی یک یادگار باشه امور خوبی ده یک دانشی. خیر همون همون شیر پگی شیری بیده. خب نشانی آته مارم از دیگه. او را کی میدی تو مارا؟ خب سلامت باشیم. خوش شده مادر؟ خوش شده ماره خیر. از این کمک شده؟ آره خیر. گم کمک گرفته بوده؟ نه نه. بار اوله؟ نه گرفته. این بار اول از گرفته؟ آره سه سلامت. آدمی که 1 سال خدا شاید که ما کار نکردیم میریم برای گیر مامانه. 1 سال که نمیاد دیگه. بیا خدا مهربان سلامت باش. تشکر. زنده باشیم. کاکای مانده نباشیم. جور است جان تو جور بخیر. بچه وجیر سرشی قایم کده؟ یعنی دستگیره. ها؟ دستگیره کنیم. خب ما تم جین داره خیلی فرار مونه از او خاطر. خب چیز کار مونی تو؟ ما مچگری. تو رو دیروز ما دیدم اونجی؟ آره. خب اکسیم برای ما کار دادی. خب هموطنان عزیز بالاخره رسیدیم به پایان برنامه. قرار است کارتای هموطنان ما را جمع کنیم و روز روزگار خوش برشان میخواهیم. دیگه ای بود برنامه ای هفته که خدمت شما تقدیم کردیم. البته برنامه امروز ما به پایان میرسه. منتظر کمک های شما هستیم برای هموطنان نیازمند ما
ما چند روز دیگه هم در بامیان هستیم، برای هموطنان ما کمک رسانی میکنیم. تا دیدار دوباره، خداوند یار و مددگارتان، هر جای باشین پیروز، بلند سربلند، کامگار باشین. الله حافظتان. این سه تا را ما جمع کردم، مرا بچم کارت خدا. چطور از کمک ها خوش هستی؟ والله اینمی کمک ماست دیگه. دمی طول یک سال میشه که دمی ولایت بامیان آمدیم دیگه، گرچه غیر 15 تا نون دمی زمان قرار. خوش هستی؟ شکر، خوش هستم. برو که مزخت خوش باشی. کاکای عزیزم، چقدر وقت میشه تو در بامیان زندگی میکنی؟ در بامیان 17 سال میشه. 17 سال میشه. اصلی جای هم بامیان است؟ اصلی جای سرکوی ورس است. خب چطور از خوش هستی از این کمک ها؟ فضل خدا چطور خوش نباشه آدم پایمانده که باشه باز بازی کمک ها خوش نیست. چند نفر هستی در فامیل؟ 8 تا. 8 نفر؟ یک نفر تو کار میکنی؟ یک ما است کار. مزدورکاری؟ آره مزدورکاریم دیگه. خب دیگه کار مرد کاری هم نمیتونه، از پایمانده پیرمرد شدیم. خب خدا ریم. بیشک خدا. این خدا بر ما رساند. برحمت الحقانه توزیع قربانت و خیر باشی. مشخص شده که این دفعه حقانه. چطور از حق به اقدار رسیده؟ حق به اقدار رسیده. غریب داده شده، کارگر داده شده، بیوزن داده شده. یعنی می‌آوریم پیره که ما این کمک کنیم. یعنی پیش که می‌آمد به جیب چند نفر میرفت؟ جیب رئیس و قوم و مادروالا و سرمایه‌دارا بود دیگه. خوش هستی مادر؟ تشکر، خوش هستیم. ما سرپرست نداریم، یک بابه پیر دارم، در خانه خواه دیگه، کارگر ندارم. خدا خودش معلومه. بچه‌هایم گوشه شده. ما واجه و بابت پرتا کردن، ما جان مال غیر یک سرور دیگه چراغ گل سیلان ملت بتونی ندارم. چقدر وقت میشد که تو یک بوجی آرد و برنج و روغن نگرفته بودی؟ خیلی وقت شده دادم کاری نمیشه. ما شورا نداری، از دولت کیش دمون نمیرسه. دیگه ما هم در خانه ما هم در خانه مانده، کمک نخوردی تا بالا. خدا شاید است که نخوردی. خدا بزرگه، دروغ نمیگم. همین نفرایی که کمک کرد ازش خوش هستی؟ خوش هستم. یعنی مال شما تشکر از شما، خدایی را دل بیداره شما را. خدایی را قبول کنه، در نیاد این رو که دادین بشه، خدا قبول کنه. ما تا کمک نخوردیم، نه سیلا رسیدیم و نه دیگه. قربانت مادر و خیر باشی، زنده باشی. بغل اگه سومیدم باشه، از این طرف مثلا چپان مخور، از اون طرف ما دیگه مودم روح من کل مومنیم. خود دیگه اینال صدا کو کم وطنا برن بخیر. برادرای محترم، از حوصله‌مندیتان تشکر. اینال بخیر، سر و جایتان بخیر، حرکت کن بخیر برین. هر کس مواد خدا بگیر. هر کس مواد خدا تسلیم شه، حرکت کن بخیر. بره بخیر، پناهتان به خدا. وقت خوش. چی بود برنامه امروز خدمت شما تقدیم کردیم. تا دیدار دوباره. الله یار و نگهدارتان، هر جای باشین پیروز سربلند. ما سپاسگزاریم از آقای شفیق نوری که از کانادا مبلغ 9650 افغانی، مادر بزرگ سیلاب از استرالیا مبلغ 15000 افغانی، عبدالرحیم موسی‌زاده از عربستان مبلغ 34000 افغانی، اسمی که ذکر نشده از استرالیا مبلغ 5000 افغانی، خانم ریحانه از هلند مبلغ 11500 افغانی، عبدالحلیم ولیزاده از اتریش مبلغ 7000 افغانی، عبدالقهار از سوئیس مبلغ 7000 افغانی، خانم رحیمه قاریزاده از کانادا مبلغ 6500 افغانی، دارنده کد نمبر 786 از کانادا مبلغ 9000 افغانی، فامیل رسولی از کانادا مبلغ 9000 افغانی، مادر میلاد جان از کانادا مبلغ 6520 افغانی، جاوید از اتریش مبلغ 7200 افغانی، خانم نادره از جرمنی مبلغ 3570 افغانی، دانش سروری از استرالیا مبلغ 8000 افغانی، مسعود برادر از کانادا مبلغ 9300 افغانی،
بصیر احمد از لندن مبلغ 13500 افغانی، غلام جان از کانادا مبلغ 30100 افغانی، عزیز یوسفی از کانادا مبلغ 9500 افغانی، شاکر نیازی از نروژ مبلغ 6900 افغانی، خانم موهین رضایی از هلند مبلغ 7000 افغانی، حاجی همایون از جرمنی مبلغ 7050 افغانی، امران رامز رومان از جرمنی مبلغ 7100 افغانی، مبلغ 5000 افغانی اخذ شده از دکان نمبر A25 در گلبهار سنتر. شیر علی از لندن مبلغ 20500 افغانی، شکیلان دا از لندن مبلغ 6500 افغانی، عزت الله ترخیل از لندن مبلغ 10500 افغانی، تاجودین از کانادا مبلغ 4700 افغانی، کریمه پوپلزی از جرمنی مبلغ 12000 افغانی، ذبیح الله گوهری از انگلستان مبلغ 10000 افغانی، فریدون امیری از جرمنی مبلغ 7000 افغانی، نورالله کاکړ از کانادا مبلغ 12500 افغانی، فریده سخیزاده از جرمنی مبلغ 36770 افغانی، از طرف رحمانی از جرمنی مبلغ 41000 افغانی، خانم صالحه و از زاهده از جرمنی مبلغ 8000 افغانی، دارنده کد نمبر 0064 از کانادا مبلغ 9000 افغانی، دارنده کد نمبر 1415 از لندن مبلغ 91000 افغانی، محمد نظیر کاکړ از لندن مبلغ 21500 افغانی، فرشته وهابزاده از کانادا مبلغ 9550 افغانی، سلطان سیغانی از سوئیس مبلغ 17750 افغانی. خانواده‌ای که نخواسته است اسمش را یادآور شویم از استرالیا مبلغ 15000 افغانی، حاجی عبدالحلی عزیزی از جرمنی مبلغ 6500 افغانی، حاجی عسکری از لندن مبلغ 47500 افغانی، خانم مریم از جرمنی مبلغ 6900 افغانی، نورالله از ترکیه مبلغ 8000 افغانی، خانم رستمی از سوئیس مبلغ 3550 افغانی، سمیرا حاجی زاده از جرمنی مبلغ 8000 افغانی، احمد ولی ظفر از جرمنی مبلغ 39500 افغانی، خانم صدیقی از استرالیا مبلغ 4500 افغانی، سباون از جرمنی مبلغ 20240 افغانی، خانم پلوشه و سونیا از اتریش مبلغ 7000 افغانی، آصف جان از هلند مبلغ 7100 افغانی، خانم شازیه و فروزان از لندن مبلغ 19000 افغانی، جلال جان از لندن مبلغ 6510 افغانی، حسین داودی از دنمارک مبلغ 18600 افغانی، ربیع کوچک از کانادا مبلغ 9600 افغانی، دکتر حشمت خلیل از جرمنی مبلغ 7100 افغانی، بانو شهلا از جرمنی مبلغ 3900 افغانی، فرخار از سوئیس مبلغ 6500 افغانی، بصیر رحیمی از بلژیم مبلغ 15000 افغانی، بانو نجیب از اتریش مبلغ 7000 افغانی، ظاهر رسولی از استرالیا مبلغ 13500 افغانی. شخصی که اسمش ذکر نشده از فرانسه مبلغ 4650 افغانی، آرش حیدری از کانادا مبلغ 13100 افغانی، دارنده کد نمبر 2222 از جرمنی مبلغ 12500 افغانی، بیبی حاجی قمر سخا از آمریکا مبلغ 16500 افغانی، محمد فهیم از جرمنی مبلغ 27250 افغانی، محمد حنیف حنیفی از استرالیا مبلغ 25000 افغانی، گرین مارکت از فرانسه مبلغ 15350 افغانی، هما عظیمی از استرالیا مبلغ 14250 افغانی، نوری هوتکی از کانادا مبلغ 3600 افغانی، سونیا فضلی از جرمنی مبلغ 19500 افغانی، سهیلا رضایی از استرالیا مبلغ 13730 افغانی، عبدالقدیر از جرمنی مبلغ 22200 افغانی، مارینا کوهستانی از لندن مبلغ 16250 افغانی، مشگان کاظمی از سویدن مبلغ 32500 افغانی، عظیم جمالی از لندن مبلغ 12300 افغانی، احمد زبیر نظر از جرمنی مبلغ 23780 افغانی و عنایت الله حسین زاده که از دنمارک مبلغ 16500 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که مجموع پول‌های کمک شده به این برنامه مبلغ 1,164,920 افغانی می شود که از آن جمله 200 بوری آن را به دلیل افزایش بهای 25% در آن مبلغ 454,000 افغانی، 200 بوری برنج را مبلغ 490,000 افغانی، 200 سطل روغن را مبلغ 134,000 افغانی خریداری نمودیم. مبلغ 7,500 افغانی را برای واسطه باربری پرداخت نمودیم
مبلغ 12000 افغانی را برای کارگران پرداخت نمودیم. مبلغ 18500 افغانی را برای مصارف کارمندان برنامه در 3 شبانه روز پرداخت نمودیم. مبلغ 4500 افغانی را برای کرایه تاکسی در 3 روز پرداخت نمودیم. مبلغ 36900 افغانی را برای کرایه هواپیما برای 3 کارمند از کابل الی بامیان و برگشت به کابل پرداخت نمودیم و مبلغ 6000 افغانی را کرایه برای رفت و برگشت تیم تکنیکی برنامه پرداخت نمودیم که مصارف مجموعی در این برنامه مبلغ 1,163,400 افغانی می شود.